من از شما آقای کامبیز حسینی و همینطور مردمی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن عذرخواهی میکنم، ولی این 1 دقیقه رو میخوام فقط با قاتل برادر محمد صحبت بکنم. تویی که نمیدونم برادری داری یا پسری داری، ولی وقتی سر سفره میشینی نگاهت میفته به چشمای برادرت یا پسرت، چه حسی داری؟ یاد چی میفتی؟ یاد چشمای بیگناه محمد نمیفتی؟ یاد اون لحظه که محمد داشت مظلومانه آزادی رو فریاد میزد و تا همون موقع داشتی اسلحه رو روی پیشونیش نشونه میگرفتی؟ الان سر سفره چجوری غذا داره از گلوت پایین میره؟ به خدا امثال محمد زیادن که مثل مرد پاشونو میذارن توی خیابون، با مشت خالی وای میستن و مثل مرد میرن، نه مثل تو این نامرد که با اسلحه اومدی توی خیابون همه رو میکشی. حیف اسم انسان برای تو، به خدا حیفه.